سلام، امیدوارم سلامت باشید. امروز میخوایم در مورد زمان مناسب خوردن غذا پس از ورزش EMS با هم دیگه صحبت کنیم. کسانی که با دستگاه EMS ورزش میکنن دو هدف کلی در ذهنشون وجود داره، یا برای کاهش وزن و یا برای عضله سازی. حس گرسنگی پس از تمرین کاملا طبیعی هست و نباید جلوی اونو بگیریم، بلکه باید اونو مدیریت کنیم. مطالعات متخصصان ورزشی نشون میده که هنگام کار با دستگاه EMS 3 دسته از درشت مغذی‌های بدن سوزونده میشه: کربوهیدرات ها، پروتئین ها و چربی ها. مطالعات نشون داده که حداکثر 1.5 ساعت پس از ورزش با دستگاه EMS غذا بخوریم. نباید زیاد صبر بکنیم و سپس غذا بخوریم. دلیل این موضوع هم قرار گرفتن در بالاترین سطح متابولیسم بدن هست و جذب مواد مغذی در بهترین حالت ممکن قرار داره. حداکثر کارایی بدن انسان برای جذب پروتئین و کربوهیدرات 45 دقیقه پس از ورزش است.